دوستایی که در آلمان زندگی میکنن پاسپورت آلمانی دارن، برای از یا ما میتونیم ویزای بیزنسی 1 ساله پاکستان رو بگیریم که میتونن هر بار ورودی که پاکستان داشته باشن 90 روز اونجا بمانن. 3 ماه 90 روز شما میتونین بمانین، یعنی در 1 سال شما بار میتونین برین و هر بار ورودتان در پاکستان 30 روز وقت دارین اونجا باشین. دوستایی که فقط پاسپورت آلمانی دارن، اونایی که پاسپورت افغانستان دارن باید برن افغانستان، از افغانستان ویزا بگیرن. ولی فقط کسایی که پاسپورت آلمانی دارن بدون حضورشان در سفارت ما ویزاشون رو میگیریم برشان میفرستیم. قیمتش بالاتر است، بالاتر از 1000 یورو، یعنی از $1000 ببخشید. باید از برتان بگم که بالاتر از $1000 است. قیمتاش هم هر روز متفاوت است، فرق میکنه. نمیتونم یک قیمت ثابت برتان بتونم. ولی دوستایی که در افغانستان هستن ویزا برای از بیخی قیمت شده متاسفانه. ویزای پاکستان به خاطر شرایطی که فعلا وجود داره، ویزای ایران هم به سختی گرفته میشه، ولی غیر ممکن نیست. ویزای کاری ایران گرفته میشه، از افغانستان اقامتی گرفته میشه. و دوستایی که ویزای کاری ایران یا ویزای اقامتی ایران نیاز دارن، اونا میتونن همراه ما تماس بگیرن. دوستان عزیز، یک چیز دیگه هم براتون بگم. دوستایی که در حال حاضر تکیت میگیرن، ویزا میگیرن به طرف ایران، یک مشکلی که فعلا وجود داره درباره ایران، ویزا خیلی زود میته. ویزا یک بار ورود و دوباره ورود اینجا از آلمان میته. بعضی از پروازها لغو میشه. ترکیش ایرلاین کمتر لغو میشه و پروازهای امارات اصلا تا حالا نداشتیم که لغو شده باشه. و دوستایی که میخوان برن پروازهای امارات اگر بگیرن مطمئن تر است، میتونن با پروازهای امارات سفر بکنن. درباره الحاق خانواده هم که در تیک تاک راق تیوی ما اونجا یک معلومات گذاشتم، شما میتونین اون ویدیو رو در تیک تاک راق تیوی نگاه بکنین. جور و موفق و سربلند باشید.